مکتب بچه ها جمع شدگی شما پرسیدیم نه؟ برآمدم برای اینکه اساسا همه مکتب های طلبه های مکتب هایی که هنر می آموزند کسب می آموزند هم از همون مکتب ها یک 200-300 کس جمع شده من گفتم خوش فرزندان چگر خودش سال اکنون 5-6 کس یک بار با آوازی بلند برای چی شما خانه های مایر ارمنی ها با داده سادیتان من اول حیران شدم که چی این گفت از کجا پیدا شد من گفتم که گفت شما بود ما میدانیم ما خبری که ما داریم حقیقت آدمای بسیار آبروی بلند داشتگاه با ما گفتن خیر گفتیم ما کجا با کدام خانه دادیم های نشه خودتان میدانید همین وقت با وزیری صنعت ما نمیدونم چی بود وزیر صنعت این کس برآمدن گفتن که کار نکنه چی این بچه های یگان کس اینجا به همین گفای نادرست گفته فرستندگی دید همه یک فهمیمچه از کجا این مسئله پیدا شد بعد از 1 ساعت 2 ساعت اینا آمده گفتن که ما هم ملاحظات گوزلان کردیم قاضی کلام به همین گپ رسیده است قاضی کلام میدانستن همینه اون وقت تور جانزاده قاضی کلامی جمهوری بودن من گفتم شما اگر همینش فهمیده باشید التماس روید پیش قاضی کلام بگوید که من تیار حاضر دیر شد بوده تاریک شد هرگاه ساعت 8 من که امکانات داشته باشم مرحمت ماشین به میشینیم میریم کجایی که گوند کنی بردم من به نشان تیان چی کجا ده همین خانه کدام خانه ما ارمنی ها با دادگی اکنون این گپ از کجا پیدا شد وقتی که آذربایجان به بی‌ترتیبی شد بین آذربایجانی های ارمنی ها یک چند آیله از همون چه گرفته اینجا به نزد اولاد خداشان با آمده بودیم 10 آیله می 11 آیله می 15 آیله می راننده من ارمنی بچه بود همینجا به کلانشتگی بچه لیکن ارمنی همون گفت که دار مکن میشنیم در 15 آیله بسیار شد که همینجا آمده همه آیله های خداشون شناس خداشون خانهاشون جای شدگی ممکن همین گپ شده باشه من این کس رفته گردنان کرده آمده گفتن که فقا باید تیار رفتن باش اما فقا نا اومدن اون کس نا اومدن همچنین اون کس نا اومدن 1 ساعت می 2 ساعت مثل ساعت 10 بار همین نزد سکه بار کلون سالها مردمی دوشنبه جمع شد همه گلور اکن کابینت من طرفی چایخانه راحت به آینه دارد از همینجا نگاه میکنم که از همینجا دیده گذاشته میدان با آمدازن آدم ها اکن این همون روزی که بود که جمهوری به اسکرهای داخلی برونترنی وایسکا میگن نزد امریکا یگان کس در اینجا نبود همه به آذربایجان فرستنده بودن امریکا SSR همه این رو به آذربایجان فرستنده بودن 48 همگی میلیتسانیر شهر دوشنبه بود دیگر هیچ کس نیست غیر از گایشنیکوف در 15 کس ممکن گایشنیکوف باشن
دو بار من برآمدم نزد مردم را. روز یکم، روز پنجم. روز یکم برآمدم گفتم را نماندم. برای چه خانه‌های داده بسنم؟ خانه‌های نو ارمنی ها با داده کنم. مسلمان ها ما هیچ خانه دادگاه من نه. این اون همین حادثه شده که 15 آیله آمده در اینجا لعنت خیش تبارشان هم گریزه ایستادن. اونجا که آرام شد اینها کشته میبرم. نه شما برای به خلق تاجیک خانه دادن نداده ارمنی ها با داده. من راننده شما ارمنی کو؟ من گفتم ها راننده من ارمنی هم آدم نمی بایم آدم بایم حقوق داره. دو تا بچه ها بودن، یکش خالمراد یکش گیسمندهی. و خالمراد بیچاره کسل شده و وفات کرد. بعد از همین ارمنی از بس که وقتی که سویتی وزیران با کار میکردم راننده بود، همون من گفتم بیاد باید منم میشناسم، من باید میشناسم. همون که کار میکردیم. اکنون روز پنجم با برآمدم. خیلی